خب اینجا همون گازیه که بهتون گفتم، همون حالا شرکت گاز نمیدونم چیه گاز اینجا بوده که بعد اومد شهرداری آتن اومده اینجا رو برداشته و چیکار کرده، به صورت همین یه مجموعه فرهنگی درش آورده میشه گفت. آره این خیابون پیراوسه که میبینید، پیراوس یک چیزه، همون رستوران ایرانی هست فکر کنم پیراوسه. آره فکر کنم. من خلاصه مطلب اینجا قسمت های مختلف رو میبینید. اینا هم اینجاها همشون حالا اگه داخلش میشد رفت جالب بود، همش مثلا جای تئاتر، یا مثلا اینجا که میبینید یه محوطه، یه سالن سرپوشیده بزرگی که یه سالن سرپوشیده بزرگی که راحت مثلا توش چیز میذارن، توش تئاتر و نمایش اینو چیز میکنن. اینجا این ورم که میبینید یه حالت هم پارک داره، هم یه حالتی که مثلا فقط داره قدم زنیه چیز میکنن. چجوری بهتون بگم؟ آره هم حالت پارک. حالا میریم جلوتر یکم چیزه، یکم اون از جزء قسمتیه که آثار باستانیشون شروع میشه. جمعه هم یه بازاری اینجا راه میفته که هر کی آتش آشغال تو خونهش داره و هر کی آتش آشغال از چی بگم از خیابون پیدا میکنه میاد اینجا و میفروشه. اینجا مثلا ملت میان جنسای جست دوم میفروشن، میفروشن. بعد یه چیزی دیگه هم که بگم در مورد امروز اینه که اصلا به هیچ وجه قرار نبود که امروز هوا ابری باشه، اما همینطور که میبینید هوا به شدت اصلا بارونیه، یه چیز تو مایه های بارونیه. نه تو خلاصه مطلب آره دیگه همینه دیگه. کجا حالا بریم جلوتر؟ حالا رفتم جلوتر به عنوان سیزده به در همه اینها قدم زدن. حالا هرچند که زیاد سیزدمون به در نشد امروز، ولی فدای سرمون روزای دیگه شبای دیگه. الان میرم کجا؟ میرم بالا اکروپولی، لااقل دریا رو ببینم، چیز بکنم، یکم شاید سیزدمون به در بشه، کمی از ناراحتیش دریا. اینجا هم که میبینید یه کلابیه که من خیلی دلم میخواست برم داخلش، اون تا هنوز که هنوز نشده. امیدوار همینجاست فکر کنم. آره همین بود. آره اینترن خلاصه خیلی چیزای جالب توجهی داخلشه. بعضی وقتا آدم میاد از اینجا رد میشه شبا. خب الان هم که ظاهرا داره صدا ناقوس رو میشنوید و ناقوس میزنن و حالشو میبرن.